این رودخانه یگانه منبع تامین بیش از 4000 ساکن دهه‌های شهری کلوب با آب نوشابه است. هرچند در 4 فصل سال هیچگاه آب رودخانه صاف نیست. از نبود منبع دیگر ساکنان همین آب افلاس را استعمال میکنند. ساکنان دهه میرنشین و کل میگویند 30 سال باز آب پاک ندارند. در این قشلوق نه اوای نه ایشی نمی یک کانال میخریم. هم پیرس تمام چیز چورا خواست خوشه که همه چیزا دوره. بوشکودا میگیم یک هفته میمونیم صاف میشه و بعد او استعمال میگن درونش کرما میزنه همه چیز خیلی چوکنیم اکا. ساکنان میگویند آب افلاس برای باشندگان ده منبع زیادی بیماری ها است. کودکان اکثر وقت منتظر تکشین شدن آب نمیمونند. تا مکتبه اصلی برای نمی گلاکو هسته در تابستان عینش کم در میشه و ما بسیار تنقصی میکشیم در اون روی کودکو که بسیار او میروند دمی اصلی یعنی تو تکشین میشه که خیلی گلاک شه یعنی جبورک میگیره میخره. این بسته های مکتوب و مراجعت ساکنان به مقامات دولتی است. عرض ساکنان از رئیس شهر کلوب تا به مجلس ملی رفته است. اما تلاش ساکنان تا حال نتیجه نداده است. این هم پاسخ یکی از مراجعت ساکنان است. با مبلغ گذاری بانک آسیای رشد انشاءات های آب تامین کنی جمعیت دهات دهنت دههای کل کمر گلزه چینور یخزچیان کل کل میرپا با بحرستان از نسازی کرده شده اهالی با آب نوشابه تامین کرده میشه. این حال کارهای بنقشه‌گیری با انجام رسانیده شد در آخر سال 2015 و اولهای سال 2016 این اهالی ها با آب پره تامین کرده میشه. رئیس شهر کلوب خیرالله امان‌الله. لایحه تغییریابی اقلیم در حوزه 5 را بانک آسیای رشد در ناحیه وسطی و کلوب سرپرستی میکرد. 2 سال پیش کاری لایحه انجام شده است. ساکنان همان آب پاک نوشابه ندارند. از آن جمله در کلوب $700,000 آمریکایی جدا شده است برای این لایحه اوج کارش تمام شدگی 2018 سال و این سال 2020 ما حالا هم آب نوشابه نداریم. رئیس ولایت ختلان نیز در یک پاسخ به ساکنان گفته است که برای کشیدن آب به دهات بیشتر از 2 میلیون سومانی ضرور است. حالا معلوم نیست مقامات این مبلغ را از بودجه صرف می‌کند یا منتظر منبع دیگر می‌شود. تاجیکستان که در سرگه آب‌های منطقه قرار دارد، بیش از 30% اهالیش مثل این ساکنان به آب پاک دسترسی ندارند.